او کسی که در دایره باطل کار میکنه، او کسی که در دایره باطل فتوا میده، او کسی که در دایره باطل، در امامت باطل نعوذ بالله گپای باطل گفته رایسته که مردم هم تو را خوش نکده، به زور قوت و قدرت خودم محکم کرده. کل مردم از پیشت ناراض است، خب لیکن تو قدرت و قوت داری. این امامت باطل است یا حق است؟ امامت حق نیست. اول باید وا بدانه که رزق زماوریش کی در دست گرفته. و انسان بیچاره زمانی که تو در شکم مادر بودی که پدر و مادری تم از تو آگاهی نداشت و چیزی برات داده نمیتونست، الله تبارک و تعالی تو را دوجا فراموش کرد؟ کلا، دمونجا برات رزق داد، حالی که آمده ای خیر فراموش میکنه تا رزق الله برات نمیده؟ بالکل میده. خود توکل چی را میگه؟ اسباب در کار پرتو و بعد از او اعتماد به الله بکن. تجارت تو را نان نمیده، کسب تو را نان نمیده، دکان تو را نان نمیده، فن تو را نان نمیده، معلمی و ماموریت تو را نان نمیده. این کار بکو، خو اعتماد سری کی بکو؟ اگر تو خیلی تجارت کردی و کشتی را بار کردی از تجارت، یک دفعه غرق شد، برو بخیر که الله تبارک و تعالی او را سالم به اینجا نرسانه، فایده را برات مرتب نکنه، هیچ چیزم نمیتونی. باز به کی تعلق داره؟ به الله. و کاین بسیار من دابت، از جنبنده هاست، حرکت کننده ها، زنده جان ها، لا تحمل رزقها، که بر نمیداره امرای خود رزق خدا و ذخیره نداره، بلکه همینطور روان است، هر جایی که برش برابر میشه. الله یرزقها، الله روزی میده، و رحم و ایاکم، شما رحم. شما راهی رزق یاد داری و یاد نداره. و هو السمیع العلیم، الله شنونده است، فریادی تو را میشنوه، در جایی که از الله طلب بکنی خامخا میده. العلیم، میدانه کل حالتا را که تو گوش نستی یا توش نه، به الله معلوم است، خود تو عقیده نداری. ولئن سألتهم من خلق السماوات، آلی بیا دیگه دلایل توحید الله را، عقیده به الله چطور جور میشه؟ الله دلیل میگیره از نظام ربوبیت. مشرکین مکه بالکل عقیده داشتن خالق کیست، مالک کیست، بگه مدبر کیست. نه، این گپا را میفهمیدن، خو عبادت به یک الله نمیکردن. نزاع انبیاء علیهم السلام قطعی قوما فقط سر همین موضوع. این توحید چی میگه؟ الوهیت. نزاع چی بوده؟ در توحید الوهیت. برادرای تبلیغ امام که میخیزه الله مالک ده، الله رازق ده، الله مدبر ده، طول کارون الله کی. بالکل گپ راست است. خو ایره بگو که نظر به غیر الله نادرست است، ایره بگو که سوال از قبر نادرست است، به پیر صدا کردن نادرست است، سجده به پیر کردن، به مولا کردن، خم کردن، این نادرست است. این گپا را بگو که ایره توحید در عبادت میگه، توحید در الوهیت میگه. کل عباداتت برای کی باشه؟ الله. کتابای متکلمین ابوالمنتهی هم که بخوانی در سرش چی هسته؟ بگه الله خالق مالک رازق هلا هلا هلا. خو یک جای نمیگی که غیر از الله دیگه کس حق عبادت نداره. امروز که مردم در شرک واقع است، در توحید فی الالوهیت است، در اونجاست. از او خاطر الله دلیل میگیره. ولئن سألتهم، ایراد دلایل اعترافی میگه. ولئن سألتهم، اگر تو از پیشان سوال کنی، پرسان کنی، من خلق السماوات والارض، کی پیدا کرد آسمان ها و زمینه؟ و سخر الشمس والقمر، رام ساخته، در کار ما و شما مقرر کرده، آفتاب والقمر محتابه، هر کدام در یک نظمی خاص میبرایه، وظیفه خود انجام میده، طلوع میکنه، غروب میکنه، هر کدام با یک وظیفه منظم در کل عمر تو میبره، طلوع میکنه، غروب میکنه. کیست؟ ها؟ کی پیدا کرده؟ لیقولن الله، خامخا در جواب میگه الله. الله میگه که وقتی را الله میکنه خیر عبادت حقیقی است. فانا یؤفکون، کدام طرف چپه میشه در عبادت؟ باز میره در قبر سجده میکنه، باز میره از قبر میخواه. ها؟ عجیب نیست؟ یکی الله یبسط الرزق، الله است که فراخ میکنه رزق، لمن یشاء، به کسی که الله بخواه، و من عبادی، از بنده های خود. الله اگر بخواه فراخ میکنه، او را به کلگی نه، در بعضی بنده های خود بنابر مصلحت و حکمت. و یقدر له، تنگ میسازه، لهو، برای امی بنده خود. خو اختیار فراخی و تنگی رزق در پیش کی شد؟ در پیش کی شد؟ چرا اینطور میگه؟ چرا اینطور میگه؟ الله تصرفات اولیاء داده، ذمه‌واری رزق ترکستان فلان قطب است،
او زمواری رزق کابل جان فلان قطب است، او تا دو قطبا و ابدال است، یا میکنه. این شرک است یا توحید؟ خود کتابا نوشته است، مردم تعالی را خوانده رایسته. 4 کتابی به نام 4 کتابی بخارا کلیات نوشته است. اگر پرسن که سر ایمان چیست تو بگو اینطور است، برگ ایمان چیست. یک کتاب دیده یا نه؟ بسیار فروخته میشد. در اونجا ای گپ است، فلان زمین در تصرف فلان ولی است، فلان زمین در تصرف فلان است. این فروخته میشه، مردم سر این کتاب پول میده و کتاب قابل احراق از سوختاندن است. خب مردم بله کتابا خب مشتمل به خوب هم میباشه، گپای خوب ما گپای خوبش نمیگیریم ولی گپای خرابشه. مردم ما عمر خود در چی تیر کردن، چی را خواندن، از چی برداشت کردن؟ به الله قسم که الله تبارک و تعالی سوال کنه که کتاب برای شما روان کرده بودم یا نه، و یک روز به این کتاب الله ششتی یا نه که کتاب الله چی میگفت. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی به کل شیء علیم، به تمام چیزا علم داره. تو نگوی که رزق ما چرا کم شده، به حکمت الله است. البته در رزق کم برای تو خیر بوده، وگرنه الله خو کلگی را معلوم است که این چی رقم است، این چی رقم است. ولا ان سالتهم، اگر تو سوال کنی پرسان کنی از پیشان، من نزل من السماء، چیزایی که رزق توسطش پیدا میشه، باران از بالا میاد، زمین گیاه را میرویانه، دانه ها از پیشش برآورده میشه، این کارا را کی میکنه. ولا ان سالتهم، اگر تو سوال کنی از پیششان، من نزل کی فرو فرستاد من السماء، از طرف بالا، ما ان آب، که مایه حیات تمام زنده جان است. تمام زنده جان چی محتاج به آب است، اصل ماده حیات امی آب است. فاحیا به الارض، ترو تازه میکنه الله تبارک و تعالی توسط اینمی زمین زنده میکنه، یعنی ترو تازه میکنه. من بعد موتها، پس از مرگش، پس از خشک شدنش. میبینی هیچ چیزی وجود نداره، بهار میشه، غرم 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 ابراد هر طرف بالا میشه و یک دفعه بارانا میاد، 4 روز بعد دشت میبینی که گلای گوناگون دور رویده، سبزه های گوناگون دور رویده. این کیست؟ کدام ذات است؟ کدام ولی است؟ کدام ملک است؟ کدام پیغمبر است؟ کدام پیر است؟ کدام فقیر است؟ است کسی؟ لا یقولن الله، خامخا میگه کی کارا را الله میکنه. قل بگو الحمدلله، پس کل صفاتای کمال برای کیست؟ مخصوص الله است. کسی دیگر در این صفات قطع الله شریک است؟ خیر چرا؟ در عبادت چرا شریک میکنه؟ در تصرف چرا شریک میکنه؟ در علم غیب چرا شریک میکنه؟ در مشکل کشایی چرا شریک میکنه؟ در اولاد دادن چرا شریک میکنه؟ تقسیمات کی کردی؟ این عقیده مشرکین مکه بود و این جوابا را میگفت. بل اکثرهم لا، اعتراض میشه که وقتی این طور است، خیر چرا مردم توحید الله را نمیپذیره؟ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکه اکثری از یا عقل نداره، شعور نداره که آیا یک کسی که وفات کرده در زیر یک خروار خاک است، این چطور قطمه امداد بکنه؟ در وقت مشکل ما که ما در امریکا هستم و ولی صاحب اینجا در افغانستان است، آواز برای ازی بدم، چطور نصرت مرا اونجا میتونه؟ چطور نصرت میتونه؟ عقل است؟ عقل. الله میگه اینطور مردم عقل نداره. الهی خدا میگه که ما عاقل هستیم، قرآن میگه عاقل نیست. و ما هذه الحیات الدنیا، بله اگر تو فریب خورده ای که نمی ناز و نعمت و عیش عشرت 4 روزه دنیاست، نه، این زندگی دنیا لهو و لعب است. لهو و امور مشغول کننده را میگه که تو را از امری مهم باز میگردانه، مصروف میکنه تا او را لهو میگه. لعب چیزای بازیچه را میگه که خیال میکنی که چیزی خوب است، خوب نیسته. همونطور است یا نه؟ با بچگه که خورد که وقتی موترک میاری و فکر میکنه کرند است، آلی خب پاکستان هم یاره کشیده نه؟ قطعی بچگه خورد است یا نه؟ و فکر میکنه یا کرندای امواره که کوها را چپا میکنه، امو رقم چپا میکنه، میتونه چپا؟ نمیتونه چپا. زندگی دنیا کلش نمیطور است. بلدنگت، موتریت، اولادت، مالت، منالت، مرتبهت، جاه و جلالت، کلش اینمی رقم است. 4 روز است. تو را مصروف کرده، آخر انتها جناب ظاهرشاه کجاست؟ پاچایی کجاست؟ اولادا کجاست؟ ملک و مال کجاست؟ تختا، جاهای تفریحی که در مختلف نقاط افغانستان ساخته بود کجاست؟ قرآن برات میگه و ما هذه الحیات الدنیا، نیست ای زندگی دنیا الا لهو، مگر مشغله. تو را مصروف میکنه از امرای مهم، کارایی که خیلی مهم است برای تو، از او مصروف میکنه.
برای آخرتت کار نمیکنی، کاری درست نمیکنی، فقط تو را مصروف کرده. و لعب بازیچه است، اسباب خیالی که تو فکر میکنی به درد خور است، هیچ به درد خور نیست. و این الدار الاخرت، یقینا جهان آخرت، جهان دیگه، لهی الحیوان، امو چیست؟ جهان زندگی است. حیوان چی مانا؟ زندگی جاودانی است که اونجا فنا نمیه، غم، کدورت، دشمنی، نزاع، مخالفت، کلبه، بگوی وظیفه رفتن، یخ زدن، موتر نیافتن، هیچ جگه پادش وجود دو دشنام، هیچ چیز وجود نداره. او زندگی است. با او زندگی آمادگی گرفته شوه دمی دنیا، او زندگی کماییش هم دمی دنیا میشه. امی عمر برای اینمی گپ است. عالی اختیاری توست که کدام را تعقیب میکنی. لو کانوا یعلمون، کاش که میدانستن. کسی که باز خود مصروف به این مواد زندگی مادی کرده، این مردم ها علم نداره. ما دیدیم شب و روز یک کسی را آگاهی دارم که شب و روز تو باور بکن نان استاده میخورد که الله در مؤسسه او کارا بگیرم که او کارا بگیرم. روزی فرا رسید که حتی کفنم پیدا نتانست، مرده هم گم شد، کسی هم سرش جنازه خوانده نتانست. به الله تبارک و تعالی معلوم که در کدام حالت هم کشته شد. الله تبارک و تعالی ما را آگاه میکنه. واقعا ما دیوانه هستیم. ما 4 روز زندگی 2 روزه غرب میبینیم میگیم بس دیگه مثل ازوا باشیم. تو مؤمن هستی، مسئولیت داری، در این دنیا آمده ای، هدف داری، مسئولیت داری، تو باید پابند نظام الله تبارک و تعالی باشی. فاذا ركبوا في الفلك، بله توحید چیست؟ ما به کدام ذات عقیده بکنم؟ سوال بس بزرگ است. هر کس میگه برادر کدام ذاتی را ما پرستش کنم؟ قرآن بردی طور نقطه را میگه که دیگه هیچ راه خلاصی نداری به جز از پذیرفتن. باید بپذیری. به مو را روان شو که الله در فطرتت مانده. به مو ذات تسلیم شو که در آخرین نقطه که از هر طرف دستت کنده میشه هیچ کس یادت نیست، امو ذات است. به مو ذات باید تسلیم شوی. و کدام است؟ حوادث نقطه درونی ما را برملا میسازه، آشکارا میسازه که در درون چی است. خود به خود الله در درون ما چی مانده قرآن بر ما یاد میکنه. فاذا ركبوا في الفلك، وقتی که سوار میشن در کشتی، دعوا الله، و کشتی طوفانی شوه، موجای قوی در بحر بالا میشه، کشتی طوفانی میشه، کلگی گمانه میکنه که دیگه چی میشیم؟ هلاک میشیم. حالی نه بد یادش است، نه پدر، نه بابا، نه اولاد، نه زن، نه مال، نه منصب، نه هیچ چیز. فقط در یادشان است که ما خلاص شویم. دمو فرصت دمی گوشگه که قلبش چی است؟ یک ذات است که امو ذات آدم نجات داده میتونه. قصه آلمانی، پیلوت آلمانی را براتون کرده بودم که تاریش در سقوط مواجه شد. همه چیزا که فراموش کردم در منطقه، اگر سالمم در زمین برسم در منطقه دشمن اسوا مرا میکشه. خب باز من سالم ماندم. اونجا درک کردم که بله یک ذاتی هست که همه چیز، همه وسایل فلج شده باشه خو الله نجات داده میتونه. همون ذات پرستش میکنم. او ذات کدام ذات است؟ الله. مخلصین له الدین، اخلاص کننده است خاص برای الله دینه. میگه یا الله تسلیم توستیم، توستی. این مشرکین مکه بود. افسوس نیست که امروز مسلمانای ما در حالت جان کندن هم میرسه. وای پیرانی پیرس، وای پیرانی پیرس، وای 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 درد مرا فراغ، وای پیرانی پیرس تو رحم بکن. نعوذ بالله. در حالت رمق تام تو به پیرانی پیر آواز داده رایستی. تو خود مؤمن میگیری، موحد میگیری. الله اکبر. عقیده قرآن کجاست؟ سری مردم دل میسوزانی یا نمیسوزانی؟ و ملا صاحب خودت در سرش نشسته استی امی گپا را گفته رایسته. خود تو برش تعلیم ندادی عقیده قرآن. تو برش امی عقیده باز سرش جنازه میخوانی. قرآن برات چی حکم کرده؟ پیغمبر علیه السلام جنازه مشرک میخواند یا نمیخواند؟ ابو طالب مشرک بود، کاکایی که سالا خدمت پیغمبر کرده. جنازه خواند یا نخوانده؟ خب بیا مناسب. قرآن برات چی میگه؟ ما خب از روی دلسوزی قرآن میگیم که مردم نشاده این حالت. امو ذاتی که در وجدانت وجود داره که دیگه انکارم کده نمیتونی. از امو خاطر حوادث انسان چی میکنه؟ بگوی راهیاب میسازه، نقطه حقیقت برات برملا میکنه اگر تو بفهمی. خب با تاسف سر ما مصیبت ها و تکالیف زیاد میه، خب الله حقیقی خدا بازم نمیشناسیم. این سخت بدبختی است.
الله چی میگه؟ فلما نجاهم الی البر، هرگاه که نجات بدیم به خشکه، اذا هم یشرکون، ناگهان باز یا شرک میکنن. چه رقم شرک میکردن؟ اونجا کشتی طوفانی میشد، یک الله را طلب میکرد. وقتی که می آمدن خانه، گوسفند و شتر را میگرفتن میرفتن در پیش بت حلال میکرد. خلاص خود را الله کرده، اولی در بت چرا آوردی؟ مردم ما چی میگه؟ والا سخت حادثه بود، موتر لول خورد. کجا ای بزا کجا میبری گوسفنده؟ والا سخی صاحب نظر گرفتیم که من نجات پیدا کردم، اونجا میبرم میکشمش. شاهدای صالحین در نظر گرفتیم، شاید و شمشیره را، ولای پولکی در مجاورای شاید و شمشیره ندم، نظر گرفتیم. الله چی میگه؟ ازا هم چیسته؟ یشرکونه، که وقتی الله نجات بده باز میبینی که همیگه پاره پس به غیر الله کرده رایسته. لیکفروا، عاقبت و انجامی میشه که انکار میکنن به ما آتیناهم، به او کتابی که به او نعمتی که ما داده بودیم او را فراموش میکنه. و نعمت نجات که ما دادیم او خلاص. خو الله چی میگه؟ یا خو قابل عزیز که امیالی سرشان عذاب الله بیا خاکستر بگردن، نه. ولی تمتعوا، بخاطر که نفع بگیرن در دنیا و حجت الله سرشان خوب ثابت شوه که تو را موقع دادیم در او طوفان گیر نامدی، الله تو را نجات نداد و باز تو نعوذ بالله او را چی کردی؟ الله را از نظر انداختی، باز سری قبرا گشتی. فسوف یعلمون، الله میگه زود است که باز بدانه عاقبت اعمال خدا، که تو نظر را به نام کی میکردی؟ الله ما بودم او نظر را به غیر الله میکردی؟ پیدا مکرده بودم تا سجده را به غیر الله میکردی؟ ها؟ نعمت ما برات مولا داده بودم او تو را سری مجاورا میخوراندی. خو فسوف یعلمون. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یک تعداد که مسلمان شده بودن، مشرکین مکه، یک بهانه شانی بود، میگفتن اگر ما ایمان بیاریم به نسبت مردم دیگه که در چهار اطرافی ماسته، ما کوچک منطقه هستیم، کم نفوس هستیم، اگر ما ایمان بیاریم مردم ها حمله میکنه، ما را در بدر میکنه، در هر سفر که برویم ما را اختطاف میکنه مردم. الله میگه عجیب بهانه، در حالت باطل پرستی تان الله شما را امن داده به برکت ای خانه. ایمان بیاری مؤمنی واقعی شوی باز الله شما را امن نمیده. چه جای تعجب است. حالی که در عقیده شرک استی الله براتون امن داده، در هر سفر مردم تعظیم میکنه شما را به خاطر که میگی خدمتگزاری بیت الله است. اگر شما ایمان بیاری الله حفاظت نمیکنه. الله میفرماید اولم یروا، یا نمیبینن انا جعلنا حرما، که ما گردانیدیم حرم آمنا، جای امن، و یتخطف، اختطاف کرده میشه، ربوده میشه، الناس، مردم، من حولهم، از چهار اطرافشان. عربا همینطور بودن، مردم گریختاندن بود، قتل کردن بود، لیکن در بیت الله قاتل پدر که می آمد کس برش کج سی نمیکرد. افا بالباطل یؤمنون، آیا به امر باطل عقیده دارن؟ و به نعمت الله یکفرون، به نعمت الله که توحید است، عقیده صاف است، یکفرون، یا انکار میکنه، نمیپذیره. چی بهانه میکنه؟ میگه ما اگر ایمان بیاریم گریختانده میشیم. ایرا میفهمی که ای آیت سری کی صادق میشه و درس برای کیسته؟ برای ما و شماست. چرا عقیده توحید بر ملا نمیکنی؟ ما الله صاحب چرا نمیگی؟ تو چرا عقیده توحیده؟ چرا نمازی تا به طریق سنت نمیخونی؟ والا مورد تهدید قرار میگیریم، لط میخوریم. حالی که در حالت شرکیستی لط نمیخوری، که ایمان بیاری باز لط میخوری. بانکی لط بخوری، خو سری چی لط میخوری؟ سری عقیده حق. یک تو لط میخوری، خو عقیده را 10 نفر دیگه باز میپذیره، بالکل برملا میشه. مردم درک میکنه که اوهو مازی چی، این بچه رسایی که از مکه در سن کم است، این قدر تنومند هم نیست، دلیل هم نداره، این عملی میکنه، مرا چی شده؟ و کسایی که باطل هستن، نماز خدای مطابق همو مذهب و مسلک خود میخونه، یعنی که تغییر میدن. شما بگوی مسلک خود میخونه، تو رو چرا؟ تو در مسلک خود خونده نمیتونی؟ برابر از ایمان نداری؟ او دینش باطل، اساس نداره، سند نداره. او تو سند داری، قرآن قطع سند، حدیث پیغمبر سند، تو اظهار نمیتونی. الله میگه ای بهانه جویا، ای مولا صاحبا، ای بهانه جویا را نکنه که الله تبارک و تعالی شما را گرفته نیست. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست خیلی ظالم از او کسی که جرم میکنه بالای الله کذبا، دروغه.
او کذب بالحق، یا نسبت دروغ میکنه به حق. لما جاءه، وقتی که برش بیاید میگن شرک، نعوذ بالله، شرک میگن که الله امر کرده، یا قرآن که شرک رد میکنه او را نه قبول نداره، نعوذ بالله. از این که ظالم دیگه کس است. الیس فی جهنم، یا نیست در جهنم مثوی للکافرین، جای باش برای کسایی که انکار میکنه از دعوت حق، از دین حق انکار میکنه. این مردم ها چرا سند ندارن؟ میگه شرک است، میگه نه، یا چی هستن؟ شفعا هستند، سفارشی هستند در پیش الله. ما خیره پرستش نمی کنیم. لا نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. الله میگه سند، دلیل. امروز همین مسلمانان را بگو در کدام جای دلیل داره که فلان قبر برای مریضی دیوانه است، برای مریضی زردیست، برای قدی و بند است. امیر شما بکشید، در کدام دلیل است؟ از یا که ظالم کس دیگری نیست. قرآن میگه والذین جاهدوا. سوره عنکبوت مکمل در آداب دعوت بود. مصائب و تکالیف الله برات بیان کرد، داستانه انبیاء علیهم السلام برات پیش کرد که دعوتگر این قسم رایت است. رای کامیابی داریم. خلاصه کل سوره را بر ما در آخر در یک آیت خلاصه میکنه. کامیاب کیست؟ کامیاب کیست؟ والذین جاهدوا، کسانی که مجاهده میکنه، محنت میکشه، یک کوشش و تلاش میکنه، فینا، خو کوشش و تلاشش در راه ما باشه، به خاطر رضای ما باشه. لنهدینهم، وعده الله است، وعده الله است، یقینا لنهدینهم، خامخا راهنمایی میکنم یا رسول لنا، راههای خدا. و این الله، یقینا الله قانونش است، نصرت و امدادش لمع المحسنین، امرای کسایی است که محسن است. تشریح میکنم والذین جاهدوا. اینجا جهاد به معنای تنها مقابله سنگری نیست. اینجا جهاد تلاش، کوشش، محنت کشیدن، برداشت مصیبت، تکلیف، محنت، ایره کردن، ایره جهاد میگه. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه میگه والذین جاهدوا، کسانی که محنت میکنه، کوشش میکنه، در راه طلب علم میروند برای از اینکه قرآن یاد بگیره، مطالب قرآن ذهن نشین بسازه. الله وعده کرده فینا، خو یاد گرفتن برای از این نکنه که افتای دل سری کسی بکشه، برای تفوق طلبی و کبر و غرور نباشه. فینا، در راه ما و به خاطر رضای ما باشه. وعده الله چیست؟ لنهدینهم، خامخا ما برش آسان میکنیم، سبلنا، راههای عمل، طریقی عمل برشان آسان میکنیم. ما به خاطر رضای الله قرآن یاد بگیریم، باز طریقی عمل مکمل آسان است. الله بر ما آسان میکنه. آسان کرده یا نه؟ بالکل آسان کرده، الحمدلله. هر جایی که میریم ما خمی عمل انجام میدیم، کسی هم نمیگه. یکی میشناسه و یکی نمیشناسم چیزی نمیگه، باز میگه او اموسته، او اموسته، او اموسته، همونطور میگه، او اموسته، همین قدر میگه، دیگه گپ نیست. اگر ما پشت طلب علم کاوش بکنیم، تلاش بکنیم، خصوصا درس قرآن حدیث، الله طریق عمل بر ما آسان میکنه. بالکل. این قول فضیل ابن عیاض است. سهیل ابن عبدالله رحمت الله علیه از بزرگای دین است، میفرمه کسایی که جاهدوا، کوشش میکنه، یعنی طاقت خود در طاعت و عبادت الله طلب میکنه، راههایی را که در اونجا مجاهده و کوشش بکنه. الله چی میگه؟ لنهدینهم سبلنا، یقینا ما راهنمایی میکنیم برش راههای ثواب پیدا میکنه. تا که ترجمه قرآن و درس حدیث نخوانده بودی، راههای ثواب نمیفهمیدی که در کدام چیز ثواب است. بدعتا را ثواب فکر میکردی، ذریعه ثواب، حالان که او یک تیکه گناه بود. خود توسط قرآن و حدیث روشنی براتان پیدا شد که اینی ثواب است، اینی ثواب نیست. دو. سوم، والذین جاهدوا، کسانی که محنت میکنه، تلاش میکنه، طاقت خود خرج میکنه، برداشت مصیبتات، تکالیف، موانع را میکنه. فینا، در راه ما، در راه دعوت ما، که مردم در راه حق دعوت میده، خودم سرش عمل میکنه. الله چی میگه؟ لنهدینهم، خامخا راهنمایی میکنیم اینطور مردم ها را، سبلنا، راههای استدلال، طریق منطقی و استدلال برش آسان میکنم. قدرت الله. کسی که موحد است، در موقعی که کسی بحث میکنی، الله در قلب دلهام میکنه گپه، در قلب دی طور دلیل همی پرده که ساله از کسی نشنیده. این تجربه کردی یا نکردی؟ بالکل. شما در یک بحث گیر بیه، باز میبینی که الله قلبت چطور نور میپرده. این تو دلیل دیا دید بیه که پدری مولا گفته نباشه. الله وعدش است. رای حق تو تعقیب بکو، باز میبینی که الله در قلب دلهام کده رایست. بالکل.
عوام می باشه، الف بیرم خونده نمی باشه، لیکن الله اینطور بصیرت بر نصیب میکنه. این وعده الله است. الله ما و شما را کلی ما را دعوتگر جور کنه. خب اینجا که آمدیم به می نیت آمدیم که خدمت دینی کی را بکنیم؟ این کتاب الله را بکنیم دیگه. این پیام الله را به مردم، به مخلوق برای دلسوزی برسانیم که مردم کدام طرف روانند. و ان الله یقینا نصرت الله قانونیش است. لمع المحسنین، امرای محسن است. محسن در سوره بقره ذکر شده. ابن کثیر رحمت الله علیه محسن کسی است که عملش خالص به خاطر رضای کیست و موافق نقشه کیست. تا که این گپ نباشه محسن شده نمیتونی، کامیاب شده نمیتونی. محسنی را میگه. محسن دوم تفسیرش، محسن کسی است که مکمل رعایت حق الله و حق مخلوق الله را هم میکنه. این را محسن میگه. اول تفسیر خیلی مشهور است و الله ما و شما را از جمله محسنین بگردانه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.